با سلام و درود، ایزدی هستم، مدرس زبان انگلیسی پایه نهم. امروز میخوایم درس سوم پایه نهم رو با هم کار کنیم. Lesson 3 Festivals and Ceremonies. درس سوم در مورد مراسم ها و جشن ها. Conversation، مکالمه. Listen to the conversation between two friends. Listen to که میدونیم یعنی گوش بدید. Conversation مکالمه. Between یعنی بین. To دو friends دوست. I just love New Year holidays. New Year یعنی سال جدید. سال جدید. Holiday یعنی تعطیلات. تعطیلات. من فقط تعطیلات سال جدید رو دوست دارم. Oh yes, me too. اوه بله منم همینطور. It's really great. Really یعنی واقعا، و این واقعا خیلی خوبه، عالیه. We normally visit our relatives in Nowruz. We normally visit فعل ساده our relatives in Nowruz. It's fun. ما معمولاً ملاقات میکنیم اقواممون رو. ویزیت ریلیتیوز رو سال گذشته داشتیم، ملاقات کردن اقوام در نوروز، و این خیلی جالبه. همچون که میدونیم simple present، این درس در مورد simple present هست، زمان حال ساده که افعال به صورت ساده هستند و برای سوالی کردن ما باید از افعال کمکی دو یا داز استفاده کنیم. Do you get New Year gift too؟ آیا شما در سال جدید gifts یعنی هدیه، کادو، آیا شما هدیه یا کادو برای سال جدید میگیرید همینجور؟ همچنین sure حتما، مطمئناً we usually get money، ما معمولا پول میگیریم. money یعنی پول. I really like it و من واقعا اینو دوست دارم. really یعنی واقعا، و من اینو واقعا دوست دارم. well we always لطفاً دقت کنید به این قیدهای تکراری که بین این جملات میاد. always، usually، really، به اینا میگیم قیدهای تکرار، و اینا یکی از نشانه های simple present هستن. یعنی زمان حال ساده ما زمانی به کار میبریم که یک کاری رو به صورت مداوم یا متداول انجام میدیم. شما هر روز یه جا میری، هر هفته، هر سال، یا به صورت مداوم کاری رو انجام میدین. We always go to my grandparents' houses. ما همیشه میریم خونه پدر بزرگ مادر بزرگامون. اینجا این آپاستروف اس رو دقت کنید که اینجا ما یک کاما داریم، یه اس داریم، بعدش یه کاما. به نظر شما این برای چی که کاما بعد از اس اومده؟ همونطور که قبلا توضیح داده بودیم، اگر اس جمع و اس مالکیت با هم در یک جا باشن ما دوتا اس استفاده نمی کنیم که بگیم grandparents houses، دوتا نمیشه، همون میگیم grandparents houses و فقط یک کاما بعد از اون اس میذاریم که بدونیم این اس هم برای مالکیت و هم برای اس جمع. That's nice. این خیلی خوبه. Does your grandmother cook the New Year meal؟ آیا مادر بزرگ شما وعده شام سال نو رو میپزه یا درست میکنه؟ اینجا دومین فعل کمکی رو دیدیم، گفتیم یه دو داریم و اینجا یه داز اومد که بعد در قسمت گرامری توضیح میدیم که دو برای چه افعالی، داز برای چه افعالی به کار برده میشه. و جمله آخر actually، در واقع she doesn't، بازم از doesn't فعل کمکی doesn't که برای she و he استفاده میشه. my mother makes it. و در قسمت گرامری توضیح خواهیم داد که اگر فاعل ما سوم شخص مفرد باشه فعلمون اسم میگیره. اینا رو در قسمت گرامری توضیح خواهیم داد. Lesson 3.
Festivals and ceremonies. I just love New Year holidays. Oh yes, me too. It's really great. We normally visit our relatives in Nowruz. It's fun. Do you get New Year gifts too? Sure, we usually get money. I really like it. Well, we always go to my grandparents' houses. That's nice. Does your grandmother cook the New Year meal? Actually, she doesn't. My mother makes it. و اما در قسمت پرکتیس ها Practice 1 Talking about festivals and ceremonies. تمرین اول در مورد مراسم ها و جشن هاست که بازم گفته listen to the examples, then ask and answer with a friend. گوش بدیم به مثال ها. سپس پرسش و پاسخ داشته باشیم با دوستتون. در این تمرین، در این پرکتیس، در پرکتیس اول همه فاعل هایی هستن که با فعل کمکی دو سوالی میشن و اینجا همه رو از دو استفاده کردیم. برای یو ما دو میاریم. Do you play new? Do you buy new clothes for the new year? آیا شما برای سال جدید لباس جدید میخرید؟ Yes, I do. بله، میخرم. Do you and your cousins? آیا تو و حالا cousins پسرعمو یا پسرخاله یا هر چی ولی جمع. آیا شما با پسرعموهایت sit at the half scene table میز هفت سین رو میچینید؟ آیا تو به کمک پسرعموهایت میز هفت سین را میچینید؟ No, we don't. نه، ما نمیچینیم. Do young children color the eggs? آیا آن بچه ها، پس ببینید وقتی فاعل ما جمعه از فعل کمکی دو استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثل فاعل هایی مثل we, you, they, I. افعالی که سوم شخص مفرد نیستند از دو استفاده میکنیم. Do young children color the eggs? آیا بچه های جوان رنگ میکنند تخم مرغ‌ها رو؟ Yes, they usually color them. بله، اونها معمولاً رنگ میکنن. Do Chinese people buy a gold fish for the new year? آیا مردم چین Chinese یعنی چینی، آیا مردم چینی میخرن goldfish؟ goldfish رو ما همون ماهی قرمز ترجمه میکنیم. For the new year، آیا برای سال جدید مردم چین ماهی قرمز میخرن؟ No, they don't buy. نه، نمیخرن. They don't buy goldfish. نه، اونا ماهی قرمز نمیخرن. Practice to talking about festival and ceremonies too. بازم همین گفته در مورد مراسم و جشن. Listen to the examples, then ask and answer with the preferring. بازم گوش بدیم به مثال ها و پرسش و سپس پرسش و پاسخ داشته باشیم با یکی از دوستاتون. اما اینجا فاعل های ما دیگه سوم شخص مفرد هستن. سوم شخص مفرد یعنی چیا؟ یعنی he, she و ایت و هر چیزی که جایگزین اینها هست، مثلا اسم مینا، علی، احمد، هر چیزی که جای اینا باشه و یک نفر باشه ما اسم سوم شخص به فعلمون میدیم و برای سوالی کردنش از داز استفاده میکنیم. جمله اول دقت کنید، بسیار جمله مهمیه. Does he recite the Holy Quran at the turn of the year? آیا اون recite یعنی تلاوت کردن، اینو ما سال گذشته پایه 8 داشتیم. recite the Holy Quran یعنی تلاوت قرآن کریم، تلاوت قرآن مقدس. حالی همون یعنی مقدس که ما میگیم قرآن مجید، قرآن کریم. turn of the year یعنی در تحویل سال. turn یعنی چرخش سال که ما اینجا turn رو تحویل سال ترجمه میکنیم.
آیا اون در زمان تحویل سال قرآن تلاوت می کند؟ Yes, he does. بله، تلاوت می کند. Does your father give you New Year gifts? Gifts گفتیم یعنی هدیه. آیا پدر شما در سال جدید به شما کادو میده؟ No, he doesn't. نه، نمیده. Does she have many friends? آیا اون دختره دوستهای زیادی داره؟ یادمون باشه وقتی که داز خط میخوره این اسشو به فعل برمیگردونه و جواب میشه Yes, she has many friends. Does your mom make a special food for Nowruz? Does your mother make a special food for Nowruz? آیا مادر شما درست میکنه غذای مخصوص special یا مخصوص میگیم یا غذای محلی؟ هر کدوم شما میتونید بگید. No, he doesn't make a special food. نه، اون غذای مخصوص شب عید رو مامان من درست نمیکنه. درس سوم لغت‌های فوتو دیکشنری. Festivals and ceremonies. Make a lunch, make a dinner یعنی پختن نهار، پختن شام. Bake a cake پختن کیک. Set the table چیدن میز. Sing the national anthem خوندن سرود ملی. Hold the ceremony برگزاری مراسم. Clear the table تمیز کردن میز. Watch fireworks تماشای آتشبازی. Read poems of حافظ خوندن اشعار حافظ. poem یعنی شعر و اینجا چون اس داره poems میشه اشعار. خوندن اشعار حافظ. wear special clothes پوشیدن لباس محلی. اینجا باز اسپیشال و محلی یا همون مخصوص معنی میکنیم. go out on nature day بیرون رفتن در روز طبیعت. nature day رو روز طبیعت میگیم. روز طبیعت یا همون 13 به در. celebrate a religious holiday برگزاری تعطیلات مذهبی. religious یعنی مذهبی، holiday یعنی تعطیلات، celebrate یعنی جشن گرفتن. جشن گرفتن تعطیلات مذهبی. watch military parade. military parade یعنی رژه نظامی. تماشای رژه نظامی. این چند تا لغت رو دقت کنید، اینا مهم هستن. commemorate and martyrs یعنی شهدای انرژی، برگزاری بر گرامی داشته شهدای انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای. پس commemorate یعنی گرامی داشت، بزرگ داشت. martyr یعنی شهید. martyrs یعنی شهدا. Islamic Iranian culture یعنی فرهنگ ایرانی اسلامی. و آخرین لغتم Islamic Revolution Anniversary یعنی سالگرد. Revolution یعنی انقلاب. Islamic هم خب همون یعنی اسلامی. سالگرد انقلاب اسلامی. خب باز برمیگردیم به ادامه درسمون
که بعد از لغت ها میایم سراغ لنگویج ملودی. همونطور که از درس های گذشتم خوندیم و دونستیم که هر جمله‌ای که ما داریم بیان میکنیم یک آهنگ داره و یک نوا داره که بهش میگیم لنگویج ملودی. Listen to the conversation and pay attention. Pay attention یعنی دقت کنید. To the rising intonation of yes no question. یعنی میگه ما اگر جملاتمون yes no question باشه آهنگ جملمون رایزینگه، یعنی به سمت بالاست. شایان do you like spring؟ وقتی این جمله رو داریم میگیم آخرش رو میبریم به سمت بالا. Yes I like spring a lot. ولی برعکس زمانی که نقطه داره میاد به سمت پایین. Do you like rainy weather؟ بازم اینجا میره بالا. آیا شما آب و هوای بارانی رو دوست داری؟ Yes but not nature day. اما نه روز 13 بدر. Why not؟ چرا نه؟ Because we always go out in 13th of فروردین. به خاطر اینکه ما 13 فروردین همیشه میریم بیرون و این دوست نداره که هوا بارونی باشه. Listen to the conversation below and then practice. گفته این مثالا رو گوش بده، بخونید، دقت کنید چطور به سمت بالا میره. Do you like rainy weather? Does it rain a lot in Tehran? Does she cook lunch? آیا اون نهار میپزه؟ Do you tell stories? آیا شما داستان داری میگی؟ Does he like spring? آیا اون بهار رو دوست داره؟ Does she eat nuts? آیا اون داره آجیل میخوره؟ پس اگر جملات yes no question باشه آهنگ صدا به سمت بالاست. و اما گرامرش که گفتم براتون در قسمت گرامر در مورد simple present صحبت میکنیم. زمان simple present یا زمان حال ساده زمانی است که ما میخوایم کاری رو به صورت مداوم هر روزه یا هر ساله انجام بدیم. در این جملات فعل ما همیشه به صورت ساده است، ولی اگر فعلمون به صورت ساده است ولی گفتیم اگر فاعلمون سوم شخص مفرد باشه. سوم شخص مفرد یعنی چی؟ ببینید ما اول شخص مفرد داریم، دوم شخص مفرد و هی و شی و ایت سوم شخص مفرد هستند. اول شخص جمع میشه وی، دوم شخص جمع یو و سوم شخص جمع هم میشه they. پس به این هی و شی میگیم سوم شخص مفرد. بعد از هی و شی فعل ما همیشه اس میگیره. چند تا مثال داده. We study English. خب چون فاعل ما جمع بود استادی ساده است. یاسین همون میشه هی و ما گفتیم اگر سوم شخص مفرد بود فعلمون اس میگیره. یاسین reads a newspaper. یاسین روزنامه میخونه. علی watches TV. علی هم همون هیه پس watches میشه. زهرا studies. زهرا مطالعه میکنه. درساش زهرام همون شیه پس ما براش اسم میاریم. فقط اینجا یه نکته هست. اگر افعالی که آخرشون به وای تبدیل میشه اگر بخوایم به علاوه ای اس کنیم باید این وای به آی تبدیل بشه و بعد ای اس بگیره. و برای منفی کردن این جملات گفتیم که not رو به دو یا داز اضافه میکنیم. بازم اینجا برای سوم شخصا داز اومده و برای این افعال دو اومده. برای منفی کردنش هم از do not استفاده میکنیم یا همون مخففش don't. I don't play tennis. من تنیس بازی نمی کنم. زهرا doesn't watch dishes. زهرا ظرفا رو نشست. زهرا ظرفها رو نمیشوره. زبان حال ساده ترجمه میکنیم. برای سوالی کردنش هم دو و داز به اول جمله میاد. بازم داز برای سوم شخص مفرد یعنی هی، شی یا هر اسمی که یک نفر باشه. و اما
صفحه see also این سری در مورد صفتهای ملکی صحبت کرده که ما از صفتهای ملکی در پایه هفتم هم استفاده می کردیم. What's your name? My name is. What's his name? What's her name? What's her job? What's his job? و برای حیوونا از it's استفاده می کردیم، برای ما از our استفاده می کردیم و برای آنها از their استفاده می کردیم. خب حالا اینجا دوباره یه بار دیگه تکرار می کنیم. پس برای I my، برای you your، برای he his، برای she her، برای it its و برای we our و برای و برای they their استفاده میکنید. خب مثلا شما میتونید این افعال رو حفظ کنید. حالا چطور حفظ کنیم؟ من 2 تا کد خیلی ساده بهتون میگم. ببینید اگه ما بخوایم اسم یک پسر رو بگیم، برای پسرها میگیم his. پسرها خیلی شیطونن، میگیم his name. برای دخترها چون دخترها خیلی میخندن، هر میکنن، اگه بخوام بگم اسم دختره میگم her name، his name، my name، your name. برای حیوانات از its name استفاده میشه و معنیشون my به معنی مه میشه. من معنیاشون رو بنویسم، اینا رو پاک میکنم و معانیشون رو مینویسم. معنی my میشه مه، معنی your میشه ته، معنی his her its میشه شه و our میشه من و your میشه تان. مثلا من میگم What's your name؟ اسمت چیست؟ My name is علی. اسمم علیه. What's his name؟ اسمش چیست؟ What's her name؟ اسمش چیست؟ What's its name؟ مثلا شما یه سگ یا یه حیوان دارید و من میخوام اسمشو بدونم، میگم What's its name؟ اسمش چیه؟ Who is our teacher؟ معلممون کیه؟ Who is their mother؟ مادر اونا کیه؟ پس این صفتهای ملکی همیشه همراه اسم به کار میرم و هیچ وقت تنها به کار برده نمیشن. find it، میریم سراغ find it که بتونیم لغت افعال زمان حال ساده رو در این متن پیدا کنیم. ببینید اینجا گفته find، پیدا کن، and underline و زیر خط بکش زیر simple present tense زمان حال ساده. in the passage below و در این متن پایین بگردید دنبال زمان حال ساده. then find and underline possessive adjectives، یعنی صفتهای ملکی رو هم مشخص کنید. احمد is from Turkey. احمد اهل ترکیه است. and he lives in Istanbul و اون زندگی میکنه در استانبول. Fitr Eid is an important religious holiday in his country. عید فطر عید یعنی همون عید فطر. important هم در درس‌های قبل خوندیم یعنی مهم هست، یکی از مهمترین تعطیلات مذهبی در کشورش. اینجا این هیزو همون شه ترجمه میکنیم. عید فطر هست یکی از مهمترین تعطیلات مذهبی در کشورش. He likes this day a lot. او این روز رو خیلی دوست داره. It's on the first day of شوال. آن هست در 1 شوال. شوال یکی از ماه‌های میلادی عربیه. On Fitr Eid در عید فطر Muslims don't fast. fast به معنی روزه گرفتن. روزه گرفتن. میگه که در عید فطر مردم مسلمان ها Muslims یعنی مسلمان ها
روزه نمیگیرند. They say they eat prayers before noon. Prayers یعنی نماز. آنها میخونند نماز عید فطر را قبل از ظهر. ظهر یعنی همون قبل از ساعت 12. In all Muslim countries در همه کشورهای مسلمان people hold the same ceremony مردم برگزار میکنن. hold یعنی برگزار کردن. برگزار میکنن the same ceremony. ceremony که گفتیم یعنی مراسم. same هم یعنی مشابه، شبیه. در همه کشورهای مسلمان یه همچین مراسم مشابهی رو برگزار میکنن. مثلا عید فطر در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، هند، عربستان همیشه هست و برگزار میشه. Tell your classmates گفته با همکلاسیتون یه چند تا تمرین داشته باشید. Tell your classmate 5 things about festivals and ceremonies. گفته بگو به دوستت 5 تا جمله، چند تا چیز در مورد مراسم ها یا جشن ها. مثلا I really like فجر فیلم فستیوال. من واقعا جشنواره فیلم فجر رو دوست دارم. یا در مورد شب یلدا میتونی بگی I usually read poems of Hafiz in Yalda night. ما شب یلدا اشعار حافظ رو میخونیم. اینجا 5 تا جمله خودتون میتونید با توجه به simple present زمان حال ساده از افعال مختلف he she استفاده کنید که فعلتون اس بخواد، یا از افعال غیر سوم شخص با وی و دی جمله بسازید با افعال مختلف. خب و ما در قسمت listening, reading and writing. Listen to the conversation and answer the question below. گوش بدیم به این مکالمات و جواب بدیم به سوالهای زیر. خب اول سوالات رو دقت کنید. Number 1, what do they eat? They eat and eat. Number 2, what do they listen to? They listen to. Number 3, do they stay home at Yalda night? این سوالا رو ببینید و حالا مکالمه رو گوش بدین و جواب این سوالات رو از توی مکالمه پیدا کنیم. گوش میدیم مکالمه اول رو. Do you stay home at Yalda night? No, we don't. We go to my grandparents' house. How nice! What do you do there? We sit together and listen to poems of Hafiz. Nice! Do you eat watermelon? Yes, we do. We also have nuts. It sounds great. خب مکالمه اول رو گوش دادیم و من جواب‌ها رو براتون می‌نویسم. و اما مکالمه دوم. مکالمه دوم هم اول سوالاتش رو با دقت نگاه کنید، بخونید و بعد مکالمه رو گوش بدید. جواب سوال‌ها رو از توی مکالمه پیدا کنید. B. Listen to the audio and answer the questions below. Hi, I am from China. In my country, New Year starts in January or February. It changes every year. Red is very important for Chinese people. People wear red clothes. Oh, and older people give lucky money to children in red envelopes. خب اینم از مکالمه دوم. من جواب مکالمه و متن کانورسیشن رو براتون میذارم. Reading, speaking, listening and writing. Read
the following questions on card A. Then ask your classmates and write their answer on card. سوال میپرسیم و شما جواب میدین. اکثر سوالات yes no question هست و در مورد simple present. Does your grandparent tell your stories? Do you wear special? سوال اول، آیا والدین شما، پدر بزرگ مادر بزرگاتون برای شما داستان میگن؟ که جوابشو براتون میذارم یا شما میتونید اینجا جوابشو بنویسید. حالا یا با جواب yes میدید یا no. Do you wear special clothes on New Year holiday? آیا شما میپوشید لباسهای محلی در تعطیلات سال جدید؟ بازم اگه جواب یسه yes I do یا no I don't. سال سوم Do you visit your relatives? Visit your relatives یعنی دیدن اقوام. آیا شما اقوامتون رو میبینید یعنی در همین ایام عید؟ Yes. حالا میتونیم اینو با we جواب بدیم. We do. Do you get gifts? اینو با no جواب میدیم. No I don't. Does your father work on holidays? فایل ما your father به he تبدیل میشه. اول مثلا جواب no میدیم. No he doesn't. و در آخر هم رول پلی داره که گفته talk with your classmate about national and international festival. در مورد یک مراسم ملی یا بین المللی با همکلاسیتون صحبت کنید و ایفای نقش داشته باشید. خب در همینجا درس سوم تموم میشه. امیدوارم که مفید واقع بشه و بتونه به شما کمک کنه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.